سلام. 5 حقیقت جالب در مورد دبی که نمیدونید توی این ویدیو گفته شده، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دبی دارای برج خلیفه که با ارتفاع 829 متری بلندترین برج جهان است. این برج شامل 163 طبقه است که شامل طبقات مسکونی، اداری، هتلی و رستوران‌هایی با مناظری فوق‌العاده از دبی میباشد. همچنین دارای 2949 پنجره و 54000 متر مربع فضای تجاری است. برج خلیفه علاوه بر جلب توجه به خود، نمادی از ثروت و توانایی اقتصادی دبی و امارات متحده عربی است. برج خلیفه به قدری بلند است که کسانی که در طبقه بالای آن اقامت دارند در ماه رمضان باید 2 دقیقه بیشتر برای افطار صبر کنند تا غروب خورشید را ببینند. دبی دارای بزرگترین مرکز خرید جهان به نام دبی مال است. این مجموعه دارای بیش از 1200 فروشگاه، فروشگاه‌های برندهای معروف جهانی، رستوران‌های متنوع، سینماها و سایر امکانات تفریحی میباشد. دبی مال به عنوان یک مقصد خرید بین‌المللی شناخته شده است و هر ساله میزبان میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر جهان است. این مجموعه فرصتی عالی برای تجربه خرید لوکس، تنوع فرهنگی و گشت و گذار در محیطی مدرن و زیبا فراهم می‌کند. همچنین دبی به عنوان مرکز جهانی تجارت طلا از بزرگترین بازارهای طلا در جهان برخوردار است. بازار طلای آن بیش از 300 مغازه زرگری دارد و در تمام این بازار تقریباً 10 تن طلا قرار گرفته است. هتل 7 ستاره برج العرب در دبی با ارتفاع 326 متر یکی از بلندترین هتل‌های جهان است. 1790 متر مربع ورقه طلای 24 عیار برای پوشاندن فضای داخلی برج العرب به کار رفته است. 39% از برج العرب غیر قابل سکونت است و این برج به شکل بادبان کشتی می باشد. جالب است بدانید که هزینه یک شب اقامت در یکی از سویت‌های لوکس برج العرب $20,000 هزینه دارد. این شهر دارای بزرگترین پارک آبی در جهان به نام آکواونتری است. این پارک آبی به مساحتی بیش از 17 هکتار با یک مجموعه متنوع از تجربه‌های آبی و سرگرمی‌های فراوان شهرت دارد. آکواونتری شامل تجهیزاتی مانند لنگه‌های آب، ماساژهای آبی، رودخانه‌های آبی پیچیده، استخرهای موج، استخرهای ماهیگیری و نمایش‌های آبی هیجان‌انگیز میباشد. این پارک آبی برای سرگرمی افراد در هر سن و سلیقه‌ای مناسب است و به عنوان یک مقصد تفریحی بین‌المللی شناخته می‌شود. علاوه بر این، آکواونتری دارای امکانات تفریحی دیگری نیز میباشد، از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها، فروشگاه‌ها و مناطق استراحت. این پارک آبی به عنوان یک مقصد توریستی برجسته در دبی شناخته می‌شود و هر ساله میزبان میلیون‌ها بازدیدکننده از سراسر جهان میباشد. این شهر دارای بزرگترین باغ فراوانی در جهان به نام میراکل گاردن است. میراکل گاردن یکی از بزرگترین و زیباترین بوستان‌های داخلی در جهان میباشد که در شهر دبی، امارات متحده عربی واقع شده است. این باغ به عنوان بزرگترین گلخانه داخلی جهان شناخته می شود و بیش از 125 میلیون گل و گیاه از سراسر جهان را در خود جای داده است. میراکل گاردن فضایی است با طراحی منحصر به فرد و تنوع گیاهان و گل‌های خاص خود بازدیدکنندگان را به دنیایی از رنگ‌ها و زیبایی‌ها می‌برد. در این باغ می‌توانید انواع گل‌های زینتی، گل‌های استوایی، شکوفه‌های فراوان و حتی مجسمه‌های سبز را مشاهده کنید. علاوه بر این، میراکل گاردن دارای امکانات دیگری از جمله فروشگاه‌های گل و گیاه، کافه‌ها و رستوران‌ها، مناطق پیاده‌روی و استراحت میباشد و فضاهایی برای برگزاری رویدادها و جشنواره‌های مختلف دارد. یکی از پروژه‌های ساختمانی بزرگ شهر دبی جزایر نخلی هستند که معمولاً از آنها به عنوان 8مین عجایب و زیباترین مناطق گردشگری در جهان شنیده و نام برده می‌شود. نخل جمیرا دارای 17 شاخه بزرگ می باشد که توسط یک حصار 12 کیلومتری حفاظت شده است. ساخت این جزیره زیبا در سال 2001 میلادی آغاز شده و در سال 2008 میلادی به پایان رسید. جزیره نخل جمیرا یک پروژه مصنوعی زیبا در خلیج فارس در دبی است که به شکل یک جزیره با فرم نخل مانند طراحی شده است. این جزیره شامل یک سری از جزایر کوچک است که از روی بستر دریا ساخته شدند و دارای مجموعه‌ای از ویلای لوکس، هتل‌های بین‌المللی، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و امکانات تفریحی است. این پروژه برای افزایش جاذبه گردشگری و افزایش ارزش املاک در منطقه آغاز شده است و اکنون یکی از نمادهای شهری دبی به شمار می‌رود. ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. به نظر شما کدوم یکی از مناطق دیدنی دبی جذاب‌تر از بقیه است؟ لایک و کامنت یادتون نره.